توی این ویدیو میخوام به 2 تا مینی سریال خفن معرفی کنم از 2 دنیای متفاوت. اولیش یه سریال فانتزی عاشقانه است که تو رو غرق خودش میکنه و دومیش یه سریال جنایی معماییه که تو رو میخکوب میکنه. پس با من همراه باش. سلام بچه‌ها، من مهتابه، امیدوارم کیفتون خوش باشه. قبل اینکه بریم ادامه ویدیو، کانال رو ساب و ویدیو رو لایک کنید. مرسی. مینی سریال اول سریال بازگشت عشق است. داستان مینی سریال اول که عاشقانه فانتزیه در مورد یه دختر 24 ساله است که خیلی توی انزوا و خیلی تنهاست و هیچ میلی به زندگی هم نداره. چرا؟ به دلیل اینکه موقعی که تو دبیرستان بوده قبل از اینکه به عشقش اعتراف بکنه اون پسره فوت میکنه و الان 6 سال از این ماجرا گذشته و اون تو این 6 سال خودش رو مقصر میدونه و کلا خیلی تو فاز دپ هست. ولی وقتی که حالا یه دفعه تو خونش خوابیده و حال خوبی هم نداره، پسر میاد دم در خونش زنگ میزنه و میگه یه هفته مونده به مرگت و اگر میخوای یه مرگ راحت داشته باشی 3 بار اسم منو صدا بزن که اسم پسر کیمرابه اگه اشتباه نکنم. و حالا این پسرم تبدیل به فرشته مرگ شده و اینا یه سری با هم ماجراها دارن و جزء واقعا سریال هایی که تو رو خیلی غرق خودش میکنه. اون شیمی بین 2 نفر خیلی قویه و داستانی هم هستش که واقعا خیلی 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 حیف شد که یه مینی سریال بود. کاش واقعا یه سریال کامل 16 قسمتی بود. خیلی جای اینکه بهش پرداخته بشه داشت، ولی چیزی که وجود داره این سریال، حالا درسته یه حضور فانتزی وجود داره، مثلا اینکه اون پسر تبدیل به فرشته مرگ شده و حالا میاد و قراره با این دختری تایم رو بگذرونه، اما چیزی که وجود داره اینه که این سریال تمرکزش رو گذاشته روی اینکه تو بتونی مرگ عزیزی رو بپذیری و یک دوره گذاری از یک غم داشته باشی و بعد حالا به ادامه زندگی مشغول باشی. و پایان بندی سریال هم اینطوری نیستش که یه پایان بندی فانتزی و یه پایان خوش داشته باشیم. نه، این سریال پایان بندی ناراحت کننده ای داره ولی به شدت سریال آموزنده ای هستش و جاهای مختلفی تو با این سریال لبخند میزنی یا اشکت در میاد و خیلی 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 قلب تو رو یه وقتایی فشار میده یا قلقلک میده و یه جورایی دلت برای اینکه ای کاش اینا با هم اوکی میشدن و مثلا ای کاش که این عشق یک عشق پایدار بود خیلی تنگ میشه، ولی چیزی هستش که باید بپذیریش. و در کل سریالی هم هستش که من خودم خیلی از دیدنش لذت بردم و جزء متفاوت ترین مینی سریال هایی بود که دیدم و سریال از بین 2600 نفر تو سایت مای درامانیز امتیاز 8.5 رو گرفته و من خودم امتیاز 8 رو به این سریال میدم. و 2 تا نکته که در مورد این سریال بازگشت عشق وجود داره این که به دلیل کیفیت ساخت بالا که داشته دعوت شده به جشنواره بین‌المللی بوسان و همینطور بر اساس یک رمان بوده، یعنی اقتباسی از یک رمان بوده این سریال. و قطعا هم تو میتونی این سریال از کانال تلگرامم دانلود کنی و تا اینجا که اومدی حتما ویدیو رو لایک کن. سریال بعدی هم سریال کارما هست. این سریالی که قرارتون رو میخکوب کنه، وارد یه دنیای جنایی میشی و پر از رمز و راز و معمایی و اتفاقا این سریال هم بر اساس یه وبتونی به اسم کاکائو هست و داستان 6 نفره که حالا به شکل غیر خطی داستاناشون به هم ربط پیدا میکنه و مثل پازل کنار هم چیده میشه. مثلا یکی از کاراکتراش یه پزشکه که کابوسای کودکی خودش رو میبینه، یا یه مردی که وامای خیلی زیادی گرفته و الان خیلی بدهکاره، یا یک نفر که شاهد یه تصادف مرموز بوده و یه معامله حالا خیلی خاصی رو انجام داده و هر کدومشون به یه شکلی با گذشته تاریک خودشون و تصمیماتی گرفتن درگیرن و داستان کاملا لایه لایه باز میشه و تو رو میبره توی عمق خودش و تو همیشه ذهنت درگیره و جز داستانایی هم هستش که کلا به جز خود مخاطب کره‌ای توی حالا مخاطبای نتفلیکس هم که حالا مخاطبای جهانی هستن هم خیلی این سریال طرفدار پیدا کرده و جز مینی سریال های هم هستش که واقعا ارزش دیده شدن داره. در کل نکته مثبت دیگه که در مورد این سریال هست اینه که پایان بندی خوبی داره با اینکه کلا 6 قسمت حالا 40 تا 50 دقیقه‌ایه و اینکه این سریال همینطور جلوه‌های بصری و موسیقی خوبی داره، در این حال میخواد پیام‌های عمیقی رو برسونه و یه سری صحنه‌هاش هم خیلی پر از خشونت و یه جوری حساسن، ولی در کل چیزیه که میشه باش کنار اومد و ارزشش رو داره. و امتیازاتی که این سریال گرفته از مخاطبای IMDb 7.6 گرفته و تو سایت مای دراما لیست هم 8.2 گرفته.
من این سریال رو بازم تو تلگرام میذارم، امیدوارم که شما ببینید و دوستش داشته باشید. حتما تا اینجا که اومدین ویدیو رو لایک کنید و چنل رو ساب کنید. آیدی تلگرام و اینستا منم اینجا میاد، فالو داشته باشین. تا ویدیو بعد، فعلا.